در یک از کشورها دانشمندان خواستن یک تجربه را انجام بدن. در این تجربه اونا 5 شادی را گرفتن و داخل یک پنجره گذاشتن و در اون پنجره اونا یک زینه را گذاشتن و در قسمت بالای زینه اونا 1 درجن کیله را گذاشتن. یکی از شادی ها خواست که بالا شو بره و کیله را بگیره. در حال بالا شدن بود که بتونه او کیله را بگیره که از بالا او دانشمندا آب سرد ریختن بالای شادی دوباره پس پایین میاد و بار دوم باز کوشش میکنه که بره و او کیله را به دست بیاره. بار دوم باز آب سرد میریزن بالایش. بار سوم زمانی کوشش میکنه قبل از اینکه آب سرد ریخته شود شادیای دیگه مانع از میشن، او را خوب میزنن که او نتونه که بالا بره. و هر باری که این شادی ها میخواستن که برن و از او بالای زینه کیله را بگیرن، شادی های دیگه جمع میشدن و این شادی را خوب میزدن. بعدا چی میشه؟ یکی از شادی ها را دانشمندا از او پنجره بیرون میکنن و یک شادی دیگه را در او پنجره داخل میکنن. زمانی که شادی در او پنجره میره او از ماجرا خبر نیست. او زمانی که میبینه بالای زینه کیله میخواد بره و کیله را بگیره. زمانی که میخواد کیله را بگیره دیگه شادی ها مانع از میشن و کیله را گرفتن میتونن او را خوب میزنن. بعدا یک شادی که قبلا موجود بود او را باز میکشن و شادی جدید را میارن. این شادی هم زمانی که میخواد که بره و کیله را بگیره دیگه شادی او را میزنن و شمول شادی جدید کامل. و بالاخره یک شادی تمام شادی ها را میکشن و به عوض شادی های جدید می. حالا این قصه جریان داره. هر شادی که میخواد که بره بالای زینه و کیله را بگیره دیگه شادی ها را میزنن، در صورتی که حال اصلا آب سرد وجود نداره. فقط شادی ها اینا درک کردن و اونا مطلب از این فهمیدن که هر کسی که بخواد بره کیله را بگیره او باید لعب بخوره، او را باید ما بزنیم. دوستان همه چیز در زندگی ما و شما هم میشه. شاید سالها قبل، 100 سال قبل، 50 سال قبل بعضی از رسم رواج و بعض از قوانین وجود داشت که نظر به مو زمان، نظر به مو وقت اونا و نظر به مو مجبوریتش قانون را اونا گذاشته باشه. اما ما امروزه بدون از اینکه سوال بکنیم او اگر غلط است یا درست است او را تطبیق میکنیم و بالای از پافشاری میکنیم. دقیق مانند همین شادی هایی که از ماجرا خبر نیستن اما میدانند که اگر کسی برای او بگیرد کیله را ما او را باید بزنیم. شادی صحبت کردن نمیتونن اما شما میتونید. فکر کنید.